سلام دوستان ناظرین. این یارا عزیزا جمع شدن بخیر روان هستیم طرف دورتموند. زکی جان ولی جان دلاوری از لندن حرکت کرد از انگلستان. استاد امیر سلطانی که یکی از ورزشکارهای ناب سرزمین ماست به آلمان و بون آمدن. شرف جان شفقت از فرانسه آمده. سرجان رحمانی بچه فیلم ما. لوی بابا جان لوی. بخیر منتظر بریم دوستان حرکت از بخیر. دیدار ما بخیر در دورتموند. بخیر. و همه مهمانان عزیز خیلی ها خوش آمدین و صفا آمدین. و فیلم قصاب باعث شد که قانون فرهنگی هموطن در سال 2018 همه طور از حکیمی صاحب محترم یارای خود جمع بکنیم، قانون فرهنگی هموطن تأسیس بکنیم و در کنار فرهنگی های خود بوده باشیم. و این فیلم تهیه کردن فیلم بازگشت قصاب یکی از فیلم هایی است که واقعا با محتویات بسیار عالی انشاءالله شما باز میبینید. ناگفته نباید گذاشت که برنامه امروزی و ابتکار قانون فرهنگی هموطن در هماهنگی با اتحادیه سینماگران و هنرمندان بیرون از مرز و اروپا فیلم فایت فار رایت یا جنگیدن به خاطر حق زمانی که در کانادا طرحش کردم ساختیم. خوشبختانه در کانادا و استقبال عجیب غریبی روبرو شد. کابل رفتم این فیلم بردم برای نقد. طرز ساختار این فیلم کمی متفاوت‌تر از فیلم‌های دیگه بود. به خاطر اینکه فکر میکنم طرز ساختارش و کار کامera دایرکشن و گپا کمک زیاد زحمت کشیده بودم، ولی خب خوشبختانه این فیلم بسته شد، فیلم زیبا آمد. سرزمین من کی به تو وفا نمود، سرزمین من، سرزمین من. همدلی از همزبانی بهتر است. از خواب خوب بیدار شدی همین باشه. ای کاش این بار وجدانت هم بیدار شده باشه. آره ما برباد شدیم. مزایم کردنی مسئله مخصوصا جلالی صاحب که همیشه تعریفای ما شنیدیم. آوالی آزادی خانمان بانوان افغان و تمام کسایی که در این قانون عضو هستند به همگی تشکر میکنم. فیلم بسیار عالی بود. خوشحال شدیم از اینکه دوره همگی جمع شدن و برکت در اینجا از بار دیگه با افتخارش کم بزنیم. امیدوارم که مردها بتونن از خانمها معذرت خواهی کنن و دست از کارهای مثل قمار و این برابر بردارن. تشکر خاص دارم از آقای حکیم جان نازنین وقت نمایش فیلم بسیار عالی.